دوستان عزیز، اینجا موزه فرش ایران هست. دوم بهمن سال 1356 این موزه افتتاح شده. 275 قطعه فرش ایرانی و خارجی داخلش نگهداری میشه، از دوران قدیم باستان تا کنون، از شهرهای مختلف اصفهان، کاشان، خراسان، بروجرد، کردستان و دارای بخش‌های مختلفی هست. موزه بسیار زیباییه. هنر فرش بافی یکی از هنرهای بسیار با اهمیت و خاصه ایرانی هاست.